الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر تو کی هستی جنگاور؟ سلام همکار. علیکم سلام. این مردک چی گفت است؟ یخمی نمویی؟ بخدا بات بوارم نمیاد. باز زمین جنگاور. وای آدم که ها مرده رفته است. تو از پس چی هستی؟ بخیر بریم لبی ساحل. گوش کن. کسی که کی بودن جنگاور را فهمید بچه هلاک شد. احتیاط کن برادرم. نمک، شرف، اونالا لوینت کراسافچی همه شما برفتن. احتیاط کن که جنگاور پیدا نشود که سر شمشیر بکشه برادرم. در حقیقت من فهمیدن میخوام مراد کمیسر تو از پس چی هستی ها؟ دیگر از پس چی میشوم؟ از پس اژدهارم. ای برادر باز همون اژدهاره؟ او مرده رفت. یک حیات از پای هیچی میگردی کمیسر. نامی من کمیسر مراد. یگان جنایتکار خودش را مرده گفته پنهان شده نمیتواند. گنده یک روی کمیسر مراد. یک بار لیوین یکی زوبای در گوش نمیکنی. بین پیش از وظیفه را گرفتن تو یک لوین کمیسر بوده اینجا. او هم با مثل تو جنگاور کلتکیل از اژدهار گفته میگشت. مانده بود که جنگاور را بکشنه که جنگاور سری شمشیرش کرد. تا زنده ام نامی لوین در ویردی زبانی ماست برادرم. جنگاور کی بودنش را میداند. هم مردک تکری و کو جنگاور مرده است میگویم. همش مرده رفت. کلتکیل از جنگاور اژدهار مرده. از کجا میدانی که مردند؟ ها؟ جسد آنها را پیدا نکردند کو؟ شاخ و روکای کلاس بر نیفتن. یفتن. شمشیر اژدهار و اولوتای مهنتی جنگاور از بر نیفته. خیر یعنی تو گفتنی که جسدهایشون در کجایند؟ هم مردک ممکن اکل عبیدشون کرده باشه. مشکلی نیست.
اژدها به جنگاور مییابم. یک چیز میفهمم که بفهمم. چه خیلی؟ دختر نقابدار. دختر نقابدار؟ نه، این رو از کجا با او پیوست کردی؟ چی خیل نه ها؟ چی خیل نه؟ آخر هر وقتی از پس اژدها روم این دختر روبرویم میبراید. انیق یگان رابطه دارد. وگرنه چرا از پس اژدها است؟ انتقام گرفتن است. چه خیلی انتقام بهودگویی نکن از برای خدا. وای قصصی دوست داشته اش را گرفتن میخواهد. اژدها دوست داشته او را نکش مگر. چی ها میگویی؟ من نفهمیدم. جورا دختر نقابدار وای نباشد میگم. کی نباشد؟ زهرا شانلی، قیسنگی لکه اونال نویره بوبی اکرم. زهرا شانلی هم خیلی میشوه؟ غیر امکان است. امکان دارد 100%. امکان دارد؟ از کجا میدونی تو؟ با چشم دیدی مگر؟ ها؟ بهودگویی کرده ایستاده ای. آن دختر مرده است. چه خیل می شود؟ در این دنیا هر کار شدنش ممکنه برادر عزیز. موضوع کلان این. گوش کن. وای زهرا شانلی برای انتقام گرفتنش روش علیش کرده. حاضر تو از من میپرسی مادامی که رویش را جراحی کرده است پس چرا نقاب میپوشد؟ حاضر من بگم که در رو برای تو کمیسر لوین ایستادگی. تو مرا باور میکنی؟ البته نمیکنی. من کمیسر لوین روزی بیک استقامت کننده شهر ازمیر کوچه نگارنی خانه 12. خانه شخصی من نیست. هنگام عملیات بر زیر اژدهای سرخ اون من را در سر شمشیرش کشید و بدنم را پاره کرد. شاگردم کمیسر زوبید را باشد به قتل رساند. طبیبان معاینه سرم را، زبانم را، روده 12 انگشته و گرده چپم را، خلاص روح من را در بدن کمیسر زوبید وارد کردند. این را غیر از من و شادیچه دیگر هیچ کس نمیداند. تو بسیار فیلم تماشا کرده سرت را گرم کرده ای. ای برادرم چه خیلی فیلم ها؟ حیات ما مثل فیلم شده است. هر روز داخل یک فیلم هستیم. بیا. سردارم دختر نقابدار در کامرای نظارتی نزد انبار دیده شد. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص مگم با وقت کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه به وقتی خوش، با سر بلند با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارد. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانسه گذر آمدن نمیتونن، البته شما زنگ زنید ای تایدم اومده شما را میگیرن برای شما سر بلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. خسته نباشد بابا الهام. رحمت سردارم. در کجاست آن دختر؟ در کجا هستی دختر نقابدار؟ من در اینجا است. کنی بینم؟ دختر نقابدار. وای ماشین را تعقیب دارد. اینجا کجا است؟ الهام بابا این نوارا کمتر پیشتر میتونی بکنی؟ اینجا طرف لینسکی ریون است. چشمه روبوت است کو؟ بله سردارم. نهایت به دست افتاده دختر نقابدار. گپ نیست برای که کار زنگ بزن کمیسر. با خدمتچی زنگ بزن.
اژدها در کجاست؟ نمیدونم. اژدها در کجاست؟ اژدها در کجاست؟ این خیلی آدم رو نمیشناسم. آخران بار میپرسم اژدها سرخ در کجاست؟ نمیدونم. اژدها را چرا میکابی؟ برای کشتن. نه این همه کیها مرده است. مادامی که اژدها رو مرده است چرا اون آدم ها رو کشتی؟ تو که گپ نزنند؟ مثل که کودک رو فریب میدهی. در راه هستن که دختر نخادار به همینجا گذاشته بود. میگه که به یک انبار در آمده است، به همونجا رفته ایستاده. فهمیدم همکار. گازا بجا قکا شدی چه؟ دختر نقابدار را دستگیر کنم تو هم به دست میافتی اژدهای سرخ. میکوشم تو را. این متاسیکلی دختر نقابدار است. کمیسر این جایها را من میدونم. در قفای بینو یک در پنهانی است. تو از در پشت رفت. تمام. رفت. گپ نیست. شما هم با کمیسر زوبای روید. زود. همتون از قفای لگه اخی زوبای حرکت کنید. پلیس آمدم. هم تو را هم اژدها را میکشم. انتظار باشید. مرا دستگیر کردن نمیتوانی همین خیل نه کمیسر. بیهوده میدوی. از من خلاصی نداری دختر نقابدار. با من ده. چیکار میکنی؟
تو مگر دیوانه هستی؟ پلیس رو زنگ بزنم. نترس، من پلیسم، او رو دستگیر میکنم. تو تمام شدی تو. این بار از دستم خلاصی نداری، بیهوده میگریزی. با کجا میروی؟ پشت سرش کردم. فکر کردی مرا پشت سر کردی ها گربه کوچگی؟ تو برای اژدها رو کار میکنی؟ گبزن کنه، گبزن گنگ شدی. من با دخترها جنگ نمیکنم، برای همین تو رو نمیزنم. با ادب باش، مرا عصبی نکن. تو تمام شدی. دیگر راهی گریز نداری دختر نقابدار. زود در کجا بودنی اژدها را گپ زن. تو برای او کار میکنی همین خیل نه؟ نقابت را کش، رویت را بینم. چی کار میکنی؟ تو دیوانه هستی؟ اگر جای اژدها را نگفتم موری، لازم شود بار دیگر تو را میکشم. بس است. سلام و درود به پایان با کلی مردم شریف تاجیکستان، با کلی مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درودی ما را بپذیرید. الهام جان شادی هستم و گفتن که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنم که شرکتی باورناک به همه چیپته های خود یعنی که کفالت میدهد. شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه، مسکو، پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غربی به وطن، از وطن به دیگر گوشه و کنار روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنند و آدمایی که عائلوی سفر میکنند حتما 35-40% سکیدکه کرده می شود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد، باورناک. خدا نگهبانی همه شما. وایبر، واتساپ، ایمو، تمام چیزایی که در این بالای اکران میبینید شما می توانید مراجعت کنید. خدا نگهبانی همه شما. باز از دست دادم. نپرسم کار. دختر نقابدار را در آخر از دست دادم. در کوچه کلی مزارم. بیا مرا از اینجا بگیر. شد. به وجدانه قریب دستم را می شکست.
аҳмақ комиссар фикр мекунад ки барои аждаҳоро кор мекунам. беақл аз пушти ту шуда макони аждаҳоро пайдо накардам. бори дигар рӯбарӯям барои охирин дидорам монда шавад комиссар. мараксоз ҳастӣ? аҳволат бад тофтестай. чӣ шишта иҷа? душманои амбора як ба як ҳамаша дастгир кардам. намерем я ланкабозишо кунем ҷура? беҳуда умед набанд. гап намезананд. гап ҳам зананд, ҳеҷ чизро намедонанд. вале агар духтари ниқобдорро дастгир мекардем, ҳама чиз тағйир меёфт. мутмаинам ки ӯ бо аждаҳори сурх робитае дорад. вале чӣ робита? намедонӣ мехоҳад интиқоми картакеласо гирад. эй комиссар, зӯрост ӯ, зӯро. чаро ба ман бовар намекунӣ? гӯш кун, ин картакелас ва зӯҳро бо якдигар бисёр ошиқ буданд. ошиқи маъшуқ. аждаҳор 2 сол пеш картакеласа ба шамшир куш. ҳама корон ҷои ваз шуд. кофист. кофист. дигар гӯш карда намехоҳам ин гапҳои девонаворо. зӯҳро мурд мегӯям. чаро ту намефаҳмӣ? мурд. ин мардак ҳар вақте ки ман дар бораи духтар гап мезанам ранги рӯи ту дигар мешавад. чӣ гапай тинҷиай? ин хел бошад, мавзӯъро накушо. тамоме намекушоям. ё худоё, тавба. афти хини ки духтари ниқоб дора дидӣ ё надидӣ? надидам. чӣ хел бинам? духтар ниқоб дошт. оре одам аз ҷарроҳӣ мекунанд, бовар кун, одам тамоман дигар хел мешавад. зӯро чӣ хел шида боша? ошно, ту девона ҳастӣ? бо ин кунҷкобият маро асабӣ карда аз ин кайфият мебарӣ? е мардак, ман чит гуфтам? боз мепурсад. пештар нагуфтам ки дигар ин мавзӯъро накушо? тамоме намегум. ай зӯрара бимрӣ ки даи бора дигар гап намезанам. ман медонам ки тара мефора ки бибинӣ ки дар тай ниқоб кияй. 100% мефорад. ай чашма билиқит маълума комиссар. намехоҳам зубайд. намехоҳам. фаҳмидӣ? чеҳраи ягон занро дидан намехоҳам. тамом. ин нафорат 100 нобутад. ба ман чӣ? ё худоё, ба куҷо меравӣ? ба меҳмонхона? меҳмонхона. бисёр хаста шудам. е мардак, меҳмонхона бисёр қимати бадай. намефаҳмӣ? 100 бор гуфтамат ки биё барам дар квартираи ман бишинем. пул шабите биё бишин. тамом. пагоҳ суҳбат мекунем. агар буфора дар сари чамбарак бишин. шуд, биё, ман туро мебарам. ака хурде мошинта. дар кушода намешавад. аждаҳори сурх зинда аст. ба қасд рафта бояд онҳоро муҳофизат кунам, зери хатаранд. бале, худро Зайнаб Шаҳли вонамуд мекунам. ҳамашро пурра медонам. мушкиле намешавад. шуд парвона кун. аблаҳ, духтари аҳмақ, ниҳоят туро дастгир мекунам. булбул бар ин сухан мегӯӣ. ту макони аждаҳоро мегӯӣ, духтар. макони аждаҳоро гап мезанӣ.
انتقامت را میگیرم جانم. نفره که تو را از من گرفت زیر خاکش میکنم. قول میدهم. قول. جنگاور در کجایی؟ زنده ای میدانم. با تو احتیاج دارم. به تو این کارا کرده نمیتوانم. بسیار خوشحالم. وای هجری، من بسیار در هیجانم. پگاه برای خواستگاری من می آید. نهایت شده. نهایت خانه‌دار می شویم. حالا هم باوریم نمی آید. من هم باور نمی کنم اما با اذن خدا همش می شود. تمام نباشد من به خانه می درایم. بر وقتتر خواب می کنم. تو هم به خانه رو بر وقت خواب کن. خوابت رو گیر. پیش از خوابت برای من یک راست فریز فهمیدی مده چم؟ رسم گفتی؟ اها. مایلش برای تو از پیش رسم میگیرم. از پیش؟ سلفی. تمام فرقش نیست. یک چیزند. تو بازدید نباشد. شب بخیر. نغز بیمون. درو. استاد! نه! استاد! مرا ببخشید. نجاتتان ندادم. وای وای وای، قصر رو ببین، زیبا است. خوش آمدی زینب شنلی، به خانه نوت خوش آمدی. به فکرم خطا نپوشیدم. از همه لباس زیبایی که افتم همین بود. کسی نفهمیده این خانه رو یک از نظر گذارونی؟ بله، قاعده اول خانم زینب شنلی دختر یگانه، تنها، زیبا، نازک طبیعت و دلشکسته است. انا همین خیل باید باشم. بفرمایید، به نزد کی آمدید؟ سلام، من زینب شنلی. زینب شنلی گفتید؟
خیز رو اول سر ریشت را تراش بعد بیا. تو چه آدم هستی؟ تو بر اینها را من خانه نمیدیم. نمیدهی نده آخیر، من هم از تو خانه کرایه نمیگیرم. این حالا هم گپ میزند. آواش تو کی هستی؟ دانشجو هستی؟ نه جناب. خس با تو شین نگفتم. خدمت حربی کرده ای؟ بله. با فکرم با پول خدمت کرده ای. گوش کن از اول میگویم اگر با پول خدمت کرده باشی برای تو خانه نیست. به پول خدمت کردم. آفرین. یعنی به پول خدمت کرده ای. خب زن داری؟ بله ندارم، یعنی فرصت نیافتم. این چه خیلی گپ است فرصت نیافتم؟ چه خیلی فرصت نیافتی؟ تا در بالای سرت سنگ نیافتد زن نمیگیری؟ آن فرصت را خودت میابی یا اینکه تو به خانه دخترها را میبری؟ اما عیب است مگر به خانه دختر خاموش، من تو بردی ها را نست میدانم. نه، از کجا میدونید مرا اولین بار است میبینید کو؟ خاموش، گپ نزن، من میدانم. وقتی که آدم را یکون بار بینم چه خیل بودنش را از چشمانش بفهمم. تو مثل دختر باز مینمایی. من به مردی بیزن خانه نمیدهم. نه امک جان، من از پسرهای بیزنی عروس باز نیستم. من نمیدانم رفته خانه دار شود یا شما کمی مرا بفهمید. من هم میخواهم زن گیرم ولی امکانات نشد. چیکار کنم اکنون؟ چی کار هستی تو؟ پلیسم من، کمیسر مراد. پلیس گفتی؟ خیر پسرم، از اول میگفتی پلیس بودنت را. پلیس ها تاجی سری ما هستن. با تو از همه خانه خوب رو میدیم. با تو خانه ندیم دیگر با کی میدیم؟ شین پسرم، شین راحت باش. رحمت. با تو خانه بهترین این محله را میدیم. یک جوان است نامش هجری محسن است. آشیانه یکم او خالی است. آن خانه را با تو میدهم. هم از هجری درباره خانه‌دارشری کمی نصیحت میشنوی. امروز والدان هجری به خواستگاری زیبا صنمی ترکیه میروند. نفهمیدم آخر. محسن زیبا صنم ترکیه؟ مخصوص برای توست. کشاد روشن بسیار معقولت می شود. خوش بیا رویم. رفتیم. نمیایی مگر؟ بین خواهشمند ها بسیارم. با آنها میگم رفتیم. گرفتنی باشی بیا رفتیم. بیا بگذار. یا خدایا. ملیس وایرو به خاطر داری؟ چی رو؟ خورد که بودیم تو من و زهرو بازی میکردیم. تو سرت رو در اینجا زده بودی. من؟ وای با یادم ناومد ولی چی خیلی با یادت نیست؟ بسیار گریه کرده بودی. یک دقیقه ایستید. با یادم اومد بعدن مادرم تو و زهرو رو بسیار جنگ کرده بود. هیچ از یادم نمی رود. نه جانم، من جنگ نکردم، سرزنیشم نکردم. یعنی اگر گفته باشم هم با دقت باشید گفتم. بسیار شوق‌آور است شما بینید از حادثه 10 سال میگذرد حالا هم با یادمون هست. حلالمون بود. زینب جان، تو در آلمان همه چیز رو رها کرده یک باره چرا به اینجا آمدی؟ چیزی شده است؟ هیچ چیز نشده بود. اینجا رو بسیار یاد کردم. دیگر با آلمان نمی روم. خوب، بخششو در کجا ایستادن میخواهی؟ یعنی اگر برای شما مشکل نباشد با شما اینجا ایستادن میخواهم. و یگان مشکلی نیست آخر. البته ایستاده میتوانی. من بسیار خرسند میشوم. میستی
محله تازه است، مکانی آرام است. خانه اینجاست. تا در زیر خانه هجری جا میکنم. بیا بینیم. بیا پسرم، بسم الله. بهترین. بیا بسم الله. بیا پسرم. انا در پس این در خانه هجری است. اینجا حجره تو است. بیا پسرم. بیا بسم الله. خوش. این خانه قبول مهمانان. بسیار خوشه و راحت شکلی که میبینی. با اشیاهایش، آشخانه، حجره خواب، حتی تلویزیون داره. دیگر چی بخوای؟ بسیار زیبا. بیا ببینیم. حجره خواب در این طرف است. گذر. شکلی که میبینی یلا قاس میزند. نو تعمیر رنگ و بار کردم. همه تازه است. معلوم است. اگر معقولت شده باشد شرطنامه رو میبندیم، ولی اگر معقولت نشده باشد در نوبت یک قطار آدم است، با آنها شرطنامه میبندم، با آنها میدهم. یعنی شینه جنابی ازمی معقولم شد. خب نباشد چیکار میکنیم؟ شرطنامه رو امضا میکنیم. این خیلی باشد من به تو اجرت را نشان میدهم. رفتیم زینب جان. شناس میکنم. دختری امکم زینب شنلی از آلمان آمده است. سلحیه و نازیه خواهر خونده هایم. ممنون هستم. من هم ممنون هستم. من هم از شناسای ممنون هستم. خیر زینب جان، بیا خوب ترش با حجرت میرویم. این دختر کیست مادر جان؟ یک خش دخترمون از آلمان آمده است. با اویلاشون وقتی زیاد بود که مناسبت نداشتیم، بینمون نفهمی بود. چرا این دختر یک و یک بار خسته آمده است؟ پدر و مادر ندارد مگر؟ پدر و مادرش جدا شدند. تا جایی که میدونم زینب با اویلاش دیداربینی نمیکرد. چی میدونم؟ واه جانم، زیق شدم. تو هم به همه چیز زیق میشوی. مادر جان، این دختر چرا آمده است؟ تو نمیدونی؟ هر کسی که محتاج شود به این خانه می آید. این رو بین. زنی بیرو پولی پدرمون رو خورده، باز به ما گپ میزند. پدرم کفته این نجوزه رو یافته است. اینجا حجره زهرا است. بعد از وفات کردن وی اینجا کسی نمی استاد. اکنون تو می استی. در وقت خوراک خوری و می خوریم. تو استراحت بکن. مایلش تا باز دید. بفرما. آخر اینجا 100 سوم نوشته اید. به فکرم خطا شده است. خطا نشده است؟ 100 سوم؟ بله، 100 سوم دیگر اضافه نمیخواهم. چه خیل می شود؟ آخر بسیار خوب می شود یا خدایا. 100 سوم باشد 100 سوم. من پلیس ها را بسیار دوست می دارم. آنها تاج سری من هستند. پسرم، من آدم شناس هستم. وقتی که آدم را می بینم کی بودنش را می فهمم. تو آدمی خوب هستی. تو را دوست داشتم. تشکرم. خیر، اگر گپ پخته باشد امضاهایمان را گذاریم. تمام، مشکلی نیست. بفرما. همینجا؟ همین خیل نه؟ تمام. مبارک باشد. رحمت. خوش.
این کلید خانه است. این کلید در بیرون، اینش از درون است. اینش از بیرون، اینش از درون. من چی سرم را گرنگ میکنم؟ خودت بین با کدامش کجا کشاده میشود. فهمو. خیر گوش کن چی میگویم. امروز به خانه ما خوراخوری میایی، دعوتت میکنم. نه رحمت وای یگون وقت دیگر انشالله. نمیشود. وقتی که من گفتم تو میایی دعوتی هستی میگویم. پسری من هم پالیس است کمیسر. در وقت خوراخوری شناس میشویم. فهمه؟ خوب مایلش. این خاتم در بالایش سراغ هم است. قصری بلوط میایی. تا باز دید. فراموش نکن دو کلید است. کدامش که شد استفاده بر. میسنجم امک جان. قلمش رو فراموش کرد. باز اینش رو هم عیب من میکند. یا خدایا قلمم را نمیدیم. یا خدایا. چه خیلی خوب شد که به اینجا آمدم. به خدا از مهمانخانه جانم خلاص شد. ما اون دختر خودگاری نمیرم. برای خیلی میکنید پدر، در آخر کار چرا دست میکشید؟ چی باشد؟ آخری بچه با او دختر خاندار نشه و گفته به استانبول نکوچه مگر حاضر باشه با خواستگاریش برم. آخه چی کار کنیم آقای سعدی؟ پیش راهی بچه را گرفته نتونستی؟ خیلی را با دستان خودمون خاندارش نکرده ایستاده مگر دست بگی؟ پوشونم پدر. آخر برای این دختری بود گوهره بخش. قول دادیم با از قبلمون نمیگردیم. با ما نمیزه با مایره دختری جورم دا وعده کردگیم. چی خیلی گوهره بخش پدر، این خیلی نکنید. من با سنم خاندار میشم گفتم. من با خواستگاری او دختر نمیرم گفتم. فهمیدی؟ پدر مادر 2 سال رسو 2 سال شما رو عیب نشود گفته ایستادم. 2 سال منتظر شدم که شما راضی میشوید. حاضر که با خواستگاری سنم میرویم دست کشیدن جایز است مگر؟ جایز است برای تو همه چیز جایز است. یا خدایا مادر پدرم رو فهمونه. آخه بچم برای سایرم عیب نمیشود. سایرم باز دختر خالد میشه. او گواره بخش کردگین و توی خل دختر پرتوفته نمیتونی. ای مادر جان اقلا شما نکنه. واسیه سری بچه کار نمیکنه. آخی بای زیباسه نمیتونسی ای کجای نمیدونم دی بچه را جادو کردگی. استغفرالله توبه چه خیلی جادو پدر. همین خیلی جادو. اگر جادو نمیکرد تو بچه ای نبودی که ای پشت یک دختر اگر پدر مادرت برای. پدر مادر چند بار گپ زدیم کو. من سنم رو میگیرم. حاضر برای خواستگاریش میرویم گپهایتون رو بینید. بچم او دختر نوده برای یک شطره. اکا چرا این خیلی نگاه میکنی؟ و مادرم در این مسئله چیزی نگفتم. کو قسم خور؟ خودت میدونی من بیهوده قسم نمیخورم. فهمیدم. نباشد من خودم به شما خواستگاری میروم. اوه اکا ایست یک دقیقه ایست. مادر پدر شما چیکار میکنید؟ اکم رو تنها به خواستگاری روان میکنید. خودت تاقه کجا میرای؟ قمچینی خر؟ پاردم. آقای سعدی بیاد بچه مانه تاقه نمانیم که اگر رود دختر شانه نمیتنش. با بچه ایتی دختر نمیتن ما بچه در کجا پرتوفتگی ندارم. زنی بیعقل. برادر با کجا آمدیم ها؟ با کجا آمدیم؟ سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما خواهید که بهترین فیلم و کلیپ ها، سلسله فیلم ها و قصه های جالب ترین را با صفت عالی دسترس نمایید، پس با کانال تاجیک فیلم HD آبونه شوید. سرکه برای گزارش با کانال تاجیک فیلم HD در تگ ویدیو. شما را انتظار هستیم. ای گوسفندا شما کجا شدید؟ از پشت شما به عقل ها شده به خواستگاری هجری دیر میمانیم. اکا کنعان ما یک کاری خردکه که داریم. مو رو اجازه دی رویم ها. چی کار دارید؟ اکا ما یک کاری مخفی داریم. ای خر بچه مگر من به شما نگفته بودم که از دخترهای عزمی دور باشید؟ اکا ما با تو نه عزمی را گفتیم نه دختروشم. تا یک جو خیل کدی اکا. یکی اکا دختروش تنجی بدن.
ویا ما را دوست می‌دارم، ما با ویا را دوست می‌داریم. اکه کنعان عاشقان را جدا نکن. علنه. حشرات ها، اگر شما را یک بار دیگر در اطراف دختری عزمی ببینم، پیش از او من شما را میپرانم. مرا با وی دیوانه سر به سر نکنید. برگم شه. من بطرنمیک نیستم، حیوان. فهمیدی؟ آسیا گوش که من میرم لیکی دختر خوزگاری نمیکنم. تو خوزگاری میکنی من خوش نمیشم. اوی چخل میشوه آقای سعدی؟ آخه تو دومود میشوی؟ من همی گفت گفتیستم. من همی دختر را نمیخوام. من هم نمیخوام. گوش کنید من هم نمیخواهم. بس هست من خودم میکنم. سلام علیکم جناب سعدی. زودتر رفتیم. بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد به خدا. حاضر میگیرم همی قادر سر پرم وایران شدگی اگر رگ لکن. مبارک باشد. انشالله دختر را میدهم. ای صغیره تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همی خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید. مبارک باشد. رحمت خدا شما را هم خوشبخت کند. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم. رفتیم شما هم بیایید. اگه کنان جون ما از پس کارمو شویم. اکه کنعان به این هم آدم بسیار است میگویم. ما زیادتی نشویم ها؟ خوب اما از دخترهای عزمی دور میشوید، وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو به آسانی نمیدهد. وقتشون رو زیاد میگیرد. اکه کنان دیر میوید. با جهاز هر دمون بریم با دختر دوملو عزمی به حضور سوی در آشنا نشونیدی اکه کنعان رو میکشم میگوید. باجه عشق خودش آدم میکشه. میفهمی؟ ای شوکت اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا اگر من ایوهان میترسیدم در پاییز سوار نمیشیدم. شوکت خیلی شده است که با پاییز ننشسته ایم. میترادم نشته. هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم ایش هم با اوهان سوختگه اوشم. یه بچه چی نگاه داری؟ ای برادر چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ دیگرو رام ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنی تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتویم. به درون میپرتون گفته است خانه را در نظر داره. جورا محبس رو گفته ایستاده از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار بگیرن. انشالله نیست چون که نو از محبس بر اومده هم. سامی بیاکل تو سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بینی میشناسم. پیسرم شما کیم کی با ما با اتفاقی مکده گپ زده؟ تو برادر کلتا کلاس شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جانی اصلی هم. اینو مرا یکشو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی. شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگین هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیس هم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است.
این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید. یعنی کمیسر مراد از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوش میکشم. تو گوش گیرو میکشی؟ چی گفته استادیا؟ سالی بدبخت دم تا بگی مگه پتا دو دیسم یا خدایا حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر. این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه خیلی پراتیونه نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه اونه که نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگون چی بگو گپای من تموم شد. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسون توجی سری ما هستن نسبت اونو احترامی به اندازه داره. الان منم همه گپا گفتنی بدم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدمی خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکل از خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکل از گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه ای پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ای پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پس او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده ام برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است. ها آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چی باشه؟ شوکت مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد گو برای همین او رو پرسید. یکی باز مرده است گوید برادرم. مرد نه مرده است برادرم که مرده. درد شوکت بسیار وزین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اولاد زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در آمده نمیتواند. میگویم آیسته آیسته صحبت کنیم اما دایم زیر میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود من همین جایم. شوکت کرسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دهید. میلش خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جایید. اجازت شما باشم و دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. انصاف دیوانه بودم. سگی گزنده شغال ها. آمدند. ناویند. مادر آمدند آنها. دخترم من تو رو نمیدهم نمیخواهم. مادر چیکار میکنی؟ با تو چی گپ زده بودیم ما؟ هیچ فهمیده نمیتوانی دخترم. من تو رو به مؤذن نمیدهم. ولی ما همدیگر رو دوست میداریم. قادر با دخترت یگون چیز نمیگویی؟ سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی پسرم. خوش باشد. یک کیلو سیب میخواهم من. سیب؟ آخر تو را نشناختم. من بیگانه هستی در این محله. تو را ندیدم نوامدی. نو کشیدم من. نو با اینجا آمدم. خوش آمدی. به کدام خانه کشید؟ یک هجری از کو مؤذن. هجری ما در یکم آشیانه او هستم. به خدا بچه خوب است. خوشبختانه زندگی کن. میدانی امروز برای خواستگاری دختری بابای قادر برای هجری میرود. انشاءالله میدهند. جوانها یکدیگر رو بسیار دوست میدارند. میدانی؟ خب انشاءالله مبارکشان باشه. بخیر باشه. قادر جان از مهمان ها نمیپرسی که چرا آمدند؟ البته میپرسم زنک.
شما چرا آمدید؟ آسیا جانم به ایو بگو که برای چی ما اینجا آمدیم؟ ما چی میگم آخه انا با چه خاطر اومدن من معلوم نیسته یا که یا خبر نداشتن مگر این خیل می شود خانم آسیا جان؟ البته که خبر دارندی. قدر جان ما مگر خبر داشتیم که مهمان ها می آیند؟ من میدانستم زنک جان، ولی من نمیدونستم. نمیپرسی که چرا آمدند؟ شما چرا آمدید؟ هم خیزبه؟ برای چی آمدیم نمیدانی مگر؟ هم خیزبه چرا آمدن من میدانم. من میدانم او زنم فهمیدن نمیخوام. یا ما را مسخره کردیستن. خزین نریم خزین. رفتیم. پدر با کجا میروید؟ از برای خودشینی داخل پدر. چی کردیستای؟ قهوه ها آمدن. مادر قهوه آورد. شما قهوه را دوست میدارید کشینی؟ ما قهوه را می نوشم میرم. اوش دوش اومدگی باشه یا نباشه؟ پدر قهوه. پدر قهوه دیدستم. خیلی گیرید قهوه. بخشش هجری جان. هجری بسیار سخت است دادا. بچه ما سوزونده. آخر هجری نافهمیده شد. با تو چیزی شده است؟ میسوزن مگر سوختن مگر هجری؟ اکم رو سوزوندی. تو چه خیلی دختر هستی؟ رو از اینجا. ای دخترم سر و رویت نسوخته است دخترم. ای دختری بهنر بچه ما سوزوندی. خدای مهربانت چی خیل بدنی دختره با ما در رو نشان. پدر چی ها میگوید پدر؟ از برای خدا یک قطره قهوه پری چیزی نشده. تو را سوزانده دیده و دانسته با همین دختر خواندار بشی. پدر سوخته باشم من سوختم. چیزی نیست خوبه. بچم پشتیش نگی. مجبور نیستی که با این دختر بهنر خواندار شوی. جواب شبته. حالی هم وقت است میریم. حالی یکم کار نکردیم و چیکار کردیم؟ بیا تستر بریم. استید یک دقیقه استید. شما دختری مرا به هنر گفته نمیتوانید. آفرین زنک جان. ای زنک بهنر بهنر میگن دیگه چی میگن؟ قنطه بزه وسیع ما. مادامی که دخترم رو به هنر میگوید چرا با خوزگاری دخترم آمدید؟ آفرین زنک جان. هم دخترم را به هنر میگویند هم خواستگاری میکنند. نه دختری شما را کی خواستگاری کرده است؟ چی گفتستای؟ آخر شما برای خواستگاری نامدید مگر؟ نه آمدیم. نباشه چیکار داره در اینجا؟ چایخری آمدیم. رفیقان یک دقیقه کمی آرام شوید. سلام دخترم، تو رفته از نو قهوه دم کرده گرفته بیا. زود باش. میگویم که بیاید از نو صحبتمون رو آغاز میکنیم. از نو شروع میکنیم. نه من نمیخوام. بچه ما دختر شما را نمیتم. مرا فهمیده؟ ما هم دخترمون رو با پسر شما نمیدیم. ما دختر شما را نمیخواهیم. ما هم دختر را با شما نمیدیم. فهمیدید؟ برای پسر دیگرش رو یابد از دختر من دور شود. توبه اصلا دختری تا ای پشتی بچه ما میدود. بین چخیل چسبیده است. هجری یگون کار بکن. سلام چیکار کنم؟ وضعیت رو نمیبینی؟ همه برباد رفت. خواستگاری هم کن. از کی؟ از کی می شود؟ از پدرم بخواه. من؟ البته تو بس کی دیگر میکند؟ نمیبینی والدین تو مرا خواستگاری نمیکنند؟ کنی هجری تو این کارو میتوانی؟ با تو باور دارم. کنی بکنی؟ نه تو با اونها نگر. ولی پدرت بسیار عصبی است. کنی هجری این کارو میتوانی؟ مایلش. جناب قدیر چی گپ؟ چی میخوایی؟ با امر خدا و قول پیغمبر دخترتان رو برای خودم میخواهم. نه تو گپ رو نمیفهمی؟ دخترم رو به تو نمیدیم. پدرت نمیدهد سنم. درست‌تر بپرس هجری. از این درست‌تر چی خیر پرسم سنم؟ قانونیش همین است.
نمیدیم گفتم نمیدیم. تو چه خل دختر تا بچه مدن نمیدی ها؟ تو در خانه من آتش میکشوی؟ چرا؟ شما چیکار کرده ایستاده ایلا؟ بابای خودی مگر ما در اینجا با این مهمانان صحبت شیرین کردن نمیتونیم؟ همه را گرفته به بیرون روید. بابای خودی در این وضعیت نرویم چی؟ به همه تان اجازت دفع شده روید. با سری ما رو آدم آوردسته. تو چی خیلی دختر تا مودا نمیتی؟ نگیریمش. نگیریمش. نمیدیم. سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما خواهید که بهترین و جالبترین صحنه‌های حجوی را از جمله از گروه محفل را دسترس نمایید، پس با کانال محفل را عبدالله شریف ابونه شوید و بهترین و جالبترین صحنه‌های حجوی را دسترس نمایید. سیرکه برای گذشت با کانال در تگ ویدیو. بخیر باشد انشالله. از کجا صدای تیر می آید؟ صدای تیر از کجا می آید پسرم؟ اکی جوهر تاجیلا با پلیس زنگ بزن. صدای تیر از خونه بابای قادیر می آید. چرا همیشه من زنگ میزنم تو چرا زنگ نمیزنی؟ باز رقمی آنها بی پول است. یک لحظه ایستید، به هیچ کس زنگ نزنید، من پلیس هم حل میکنم. خیر نمیگیر بیرم خودتان رو با دست گیرید. نمیگیر گفتم. گردی تا چارده تیر پروندی. ای باز 14 تیر دارم. 14 تیری دیگر بارم. شما چی کار میگید؟ دیوانه شده بایرم. شما اکل ندارید. چی کار میکنم؟ نمیدیم دوستم نمیدیم. تمام بخوای نگیره من. پلیس تسلیم شوید. جنابی سعدی این همسایه تو پلیس بوده است کو؟ همسایه؟ تو عروسی ملیسه ای؟ کمیسر مرادم، سلاح ها را پایان کنید در حال. همسایه خطه به دست. وای کمیسر، من حاضر به شما میفهمونم ما دخترم اون رو به اینها ندادیم، خواستن ما رو کشند، اونها رو دستگیر کنید. تهمت به خدا که تهمت ای کمیسر، اصلا بچه‌مون ما دخترش دادنی نشده، برای همین ما را کشتنیه. اینها را دستگیر کنید. آنها یکدیگر را دوست می‌دارند. دهید روند. کمیسر تو چه میگویی؟ آنها به خانم هجوم کردند. دستگیرشان کن. آنها را به شعبه بر، نباشد شکایت میکنم. من روی تو شکایت میکنم. یگان حادثه نشده است که به شعبه روند، کسی را نپراندند. خدا خواهد به نزدیک خدا میشوند. کمیسر دستگیر کن آنها را. دستگیر کن. خب شما هم تیر پرانیده اید کو؟ ای برادر تو چخیل پلیس هستی؟ وای به خانه من آمده برایم تیر کشاد میگویم. مگر من حقوق ندارم خودم را حمایت کنم؟ من هم از حقوق خودم خوب استفاده بردم کمیسر. اینها به نزدیک خدا میشوند. خدا خواهد این سلاح‌هایشان هم رخصت دارن. یگان کمبودی نیست. از من رخصت دارن. از من هم. از تو هم رخصت دارد؟ البته کمیسر، مگر سلاح رو بی رخصت میگردانم؟ مگر این خیل میشود؟ خوب کنی با جایهایشان گذارید. حاضر شما حالا هم از یکدیگرتان شکایت دارید؟ من شکایت نمیکنم، لیکن دیگر آنها رو دیدن نمیخوام. بگذار آنها رو دیگر نبینیم، هیچ نبینیم. ما هم شما بیزاریم. ما هم شکایت نداریم کماندی. به اینم بچه مونه ای دختری به هنر ده نمیتیم. ایرا گوهره بخشش میتیم. راست ما به گوهره بخشش میتیمش. همین خیر. آی چه خیلی خوب. دهید که روند. به گوهره بخشت میدیم؟ تو مرا خیانت میکنی هجری؟ چه خیلی خیانت سنم؟ تو چی هم میگویی؟ مادرت چی میگوید؟ مادرم این خیلی گفتن نمیخواست. گوش کن. چی گفتن میخواست؟ چی گفتنی بود؟ این خیلی گویم سنم من آخر کجایی را به من میفهمانی تو؟ بیا تنها گپ زنیم. بیا بچم رفتیم بیا.
بیا که رفتیم. بیا بچه جان. بیا رفتیم اینجا. بیا. هجری؟ نصیبت نکند هجریه. تو این رو چی خیلی مرا دیدی؟ آخر من شیرینی رمضانی تو بودم. چی شده کنون؟ رمضان تمام شد، شیرینی هم تمام شد مگر؟ میفهمونم این خیلی گپ نیست آخی. رفتیم. روز بخیر. روز بخیر. بین چه خیلی خوب شد. آنها رفتند خلاص شدی دخترم. من روند. مادر باز می آید؟ این زینب یک باره کار بارش رو پرتافته. چرا به اینجا آمده باشد؟ یک فکر کنید. هیچ نفهمیدم. زیر کاسه نیم کاسه است، ولی به نزدیکی بویش می براید. هر جا باشد خیشانش را یاد کرده است. اکنون خیش و تباری شما هم می شود جانم. با من چی کی می شود مادر جان؟ ملیس در کجاست مادر جان؟ نامزدش را گسیل کرده ایستاده است. نامزدش در خوراک شام نمی ایستد؟ نمی تواند، چون که یک مجلس مهمی داشته است. خیر، چی خیلی که نباشد سرداری یک شرکتی بزرگی است. البته این خیل کارها می شود. خوب، ولی مادر جانم آخر ملیس اکای کمالم را دوست می دارد. با برق خوشبخت نمی شود. ملیس اکای سیاهی تو را دوست نمی دارد، برق را دوست می دارد. فهمیدی؟ این رو همیشه در یادت بگیر. ادعای مرا عصبی می کند. میخواستم با تو خوراک خورم، ولی یک مجلس مهم دارم جانم. هیچ گپی نیست. با دقت باش مایلش. تو رو بسیار دوست میدارم، میدونی؟ ملیس برق را گسیل کردی؟ با کجا؟ خوراک میخوریم. گرسنه نیستم مادر. ملیس زیقم نکن، کمی گذشته شیم. اوف نکن. چیکار میکنی؟ پیشت را نگاه کن. رفته دهان و بینیش را میشکنیم. کار در راه. شما کی هستید در رازان ها؟ مرا ورزشگرها زدن نتوانستند، شما میزنید. آه ملیسا، مرا گذاشته با این مرغ خانه دار میشوی. این رو با من چه روا میبینی ملیس؟ دخترهای من جانم. سلطانم عزمی جان.
ملیس دخترم تو را بسیار زیق میبینم. بین به نزدیکی نامزدی میکنی. خرسند بودنت لازم. باید بسیار خوشحال باشی. همه خیلی نه؟ یا اینکه کمال تو را رنجان. کنی گپ زنید. کمال ناخلف به اینجا آمد. کنی گوید کمال آمد. را از اینجا پیش کردم. به اینجا ناید گفتم. با چشمانم نگاه کرده گوید آمد یا نه آمد؟ نه پدر، چند روز شد که اکم نامده است. ازمی جان آرام شو لطفا. تو پیشش کردی دیگر به اینجا نآمد. فکرش رو نکن. باید به من خبر دهید. سلام به همه. سلام اکا جون. جانم. پدر راست نیست. کنی بشین. پسر هم تو این دادرت را چرا صاحبی نمیکنی؟ باز چی گپ شد؟ کاملا؟ با چی کار کرد؟ چه خیلی چی کار کرد؟ تو کار هستی؟ دخترم ملیس را زیق کرده است. پدر جان من قطعی گپ زده بودم. چند باری گپ زنم؟ باری دیگر با وی بگوی که به نزد دخترم ملیس نزدیک نشود. فهمیدم پدر. قطعی به زبان خودش گپ میزنم. خوب میشود. سلام. زینب جان خوب استراحت کردی؟ بسیار خوب استراحت کردم. سلطانم این دخترم کیست که نشناختم؟ ای ازمی جان من فراموش کردم که به تو گویم. دخترمان زینب شنلی دختری اماکی زهرا و ملیس از آلمان آمده است. دختری امکش یعنی؟ از آمدنت خیلی شادم. خوش آمدید. ممنون هستم. خوش باشید. با اجازت شما. ای زینب جان نرو کمتر پس خوراک میخوریم. من پیش از خوراک کمی هوا گیرم. مایلش. یک تلفن کنم. دخترم تلفن در حجره مانده است. رفته بیار. ایست تمام. تو پیدا نمیکنی. خودم رفته بگیرم. ака ҷон духтар махғулат шуд чӣ? ишек ҷо ёфтӣ бо? эмон ака ҳушат рафт ҳатто фурсат наёфтӣ ки бо ӯ шинос шавӣ. акаи зебои ман он худпарастро чӣ кор мекунад? хоҳари соддаам. ҳеҷ гап нест. бисёр духтари зебо аст. سلطانم فراموش کردم گویم امروز یک مهمان می آید. کیست؟ اجاره نشینی نو. پایان خانه هجری خالی بود که آنجا را کرایه دادم. پالیس بود است. کی؟ وی نامش مراد است. چی است؟ کمیسر از پلیس است. این شام می آید. با ما شناسی ما کمیسر مراد نباشه. چی می دانم من نه؟ شام که آید اینجا می بینی او را. شاید شناسی شاید نه. аз он комиссари аблаҳ дур шудан бисёр кори хуб шуд. боз дишаб ба ёдам омад мӯи сарам рост хест.
аждаҳорам ҳар вақт метавонад ба ин ҷо ояд. бояд бодиққат бошам. баҳ баҳ, хонаи кирои деҳро бинанд. бахшиш. пешатро нигоҳ кун хирс. хирс гуфтӣ? ту киро хирс гуфтӣ? хирсбача? хирсбача гуфтӣ? дуруст гап зан бачаи дағал. раве духтари безеб. бас асте, рав гумшав. аслан ту рав гумшав, чиркини безеб. чӣ гуфтӣ ту? чӣ гуфтӣ? чӣ кор мекунӣ? мушт мезанӣ? чӣ шуд мисли маймун хомӯш шуда мондӣ? як чизро гӯям, ту дарди сари ман ҳастӣ. рав ба ягон каси дигар дарди сар шав. ба мағзи сарат ифлосӣ даромадааст. рав табобат гир. ди ин ҳоло ҳам гап мезанад. калла шалғам бар ин калакаду зарди пачақ. чӣ шуд? шах шуда монди тарсончак? тарсончак аст чӣ аст? ту чӣ хел махлуқ ҳастӣ? кӣ ҳастӣ? ту кӣ ҳастӣ? аввал ман пурсидам ту кистӣ. аслан ту кӣ ҳастӣ?